از همون ساعات اولیه بعد از نماز مغرب اونهایی که از روزهای قبل ثبت نام کرده بودن بالاخره انتظارشون به پایان رسیده بود. شما چک میکنید اسما رو؟ کسایی هم هستن بیان اسمشون اینجا نباشه دلشون بخواد تو اعتکاف شرکت کنن؟ من که من نخونم. تا از 12 به بعد اونا پیدا میشن. اگر حالا چه این کسی بیاد شما چی بهش میگید؟ میگیم شرمنده دیگه، چون ظرفیت همون تعدادیه که چند نفر نوشتید؟ الان فعلا 412 نفر ثبت نام کردن. از کی ثبت نام کردید؟ ما یک هفته پیش. چه احساسی داری الان داری میری؟ احساسی که من اولین بارمه دارم میرم. حالا فکر نمی‌کنی وسطش ببری؟ نه بریدنی که نه، اگه قرار بود ببرم که طبیعتا نمیومد. وقتی اینها رو میدیدی انگار توشه‌ای برداشتن و آماده میشن برای یه سفر. آقا من میخواید برید کوکوله پشتی آوردی؟ خب میخوام بریم مسافرت دیگه. کجا؟ یه مسافرت 3 روزه کوتاه. چی آوردی؟ قلبمو. مسافرتی که با سفرهای دیگه فرق میکنه، چون مسافرانش علاوه بر بارهای معمولی با یه جان و دل تشنه عزم سفر کردن. دفعه سومیه که دارم میام. دفعه سومه. دفعات قبلی که اومدی تجربه خوبی بود؟ خوب، محشر بود. من ممکنه سر این 2 روز کارم از دست بدم. این مراسم مهمانهای ویژه‌ای هم داشت. ما بزرگ شده آلمان هستیم. ما تو آلمان هم 4 سال پشت هم داریم میریم اعتکاف. هر سال یه جواب مفصلی گرفتیم الحمدلله. نگه داشتن سخت البته، ولی جوابمون رو گرفتیم و دیگه سختمونه ترک کنیم اعتکاف. نمیشه، یه جورایی نمیشه اصلا. عین نمازمون مونه واسه من. آدم میشینه با خدا هستش، دیگه درد و دل میکنه، عشق بازی میکنه با خدا. فرصتی برای درد دل، عشق بازی، برای خلوت کردن با صمیمیترین دوست. اینجا هر کسی خودشه، اونقدر هم که فکر میکنی رسمی نیست. اینجا حتی خوابش هم عبادته. داشتید میومدید آخرین سفارش ها چی بود؟ آخرین سفارش ها والا من مخفیانه اومدم، به کسی نگفتم. چرا؟ اصلا چیزی ریا نشو، خلوص نیت داشته باشم. هیچ که گفتن دارم میرم با بچه‌ها سفر. همه خب التماس دعا داشتن، همین گفتن حتما ای دلتون شکست ما هم فراموش نکنیم. میام واسه روز آخر که حس فرشته‌ها رو تجربه کنم. اون روز آخرش واقعا حس استثنایی، یعنی کل سال آدم یه طرف، این روز آخر روز سوم یه طرف، یه حس خاصی. حافظ کل عمران؟ بله شکر خدا. چه احساسی داری اومدی اعتکاف؟ احساس خیلی خوبیه. خب به هر حال آدم میاد خلوت میکنه با معبود خودش. ما اومدیم که عذرخواهی کنیم فقط پروردگار. و فکر می‌کنم سعدی اگه اشتباه نکنم یه شعر خیلی قشنگ داره که میگه بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. اعتکاف از اون لحظات ناب در جمع بودن و دل در هوای یار داشتنه. اگر یادتون بود ما رو هم فراموش نکنید.